این که پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور از جانب الله یافته بودند که بعد از اینکه زید او را طلاق میده تو باید با او ازدواج کنی، که پیامبر علیه السلام این رو در خود پنهان میکرد. جانب الله یافته بودند که حراس داشتن از این قضیه. به خاطر همینه که ادامه آیه قرآن میگه همین موضوع را الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه و اخشى الناس، ای پیامبر تو از مردم حراس داشتی و میترسیدی از مردم که آشکار بکنی این مسئله را که من باید ازدواج بکنم با زینب بنت جحش، چون ترس داشت. یعنی و حواشی را، یعنی حواشی رو برش بود. بعد الله میگه والله، الله متعال احق ان تخشا، الله سزاوارتر است که از او ترسیده بشه. یعنی پیامبر تو به این مسئله اصلا توجه نکن، دستوری که از جانب الله میآیه دستور الله اجرا کن. این که مردم چی میگن، مردم چی حرف میزنن مهم نیست و نباید هم برای یک دعوتگر و برای هیچ مسلمان حرف مردم مهم باشه. وقتی دستور الله آمد، وقتی دستور پیامبر آمد، باید انسان عملی بسازه. بگذار که مردم هر چی دلشان میخواد بگن. مردم حرفشان مانند گفته های سر کوچه و سر بازار، ارزش این رو نداره که تو به او توجه بکنی و الله را از خود ناراض بکنی، نعوذ بالله، یا پیامبر از خود ناراض بکنی و خلاف شریعت کاری انجام بدی که مردم خوشحال بشن. اصلا خوشحال نشن، اصلا خوشحال نشن، اهمیت نداره خوشحال نشن. چیزی که مهمه برای یک فرد مسلمان اینه که الله راضی باشه، الله راضی باشه و الله به پیامبرش علیه السلام تربیت میده و پیامبر تعلیم میده و تربیت میکنه و بعد از آن امتش هم مخاطبن به این مسائل. شما از الله فقط به هراسید، از عذاب الله به هراسید. وقتی الله شما را دستور به کار میده عملی بسازید. والله احق ان تخشاه، الله متعال سبحانه و تعالی سزاوارتر از اینکه الله چی بشه، از او ترسیده بشه و از او بترسید. پیامبر تو فلما قضا زید، وقتی که به اتمام رسانی زید، منها، از اون زن، یعنی از همسرش زینب، و طرا، نیاز و حاجت را، یعنی نیاز و حاجتش تمام شد، یعنی اینکه او را طلاق داد. زندگی اینها تمام شد، زندگی اینها تمام شد و با طیب خاطر از همدیگر جدا شدن و با رغبت خویش از همدیگر جدا شدن. زوجناکها، ما او را به نکاح تو آوردیم ای پیامبر. زوجناکها، ما او را به نکاح تو آوردیم. از همین بابه که زینب رضی الله عنها همیشه افتخار میکرد و برای بقیه زنان میگفت که زنان پیامبر میگفت که خانواده های شما را به ازدواج پیامبر دادن، ولی الله از فوق سبع سماوات من را به ازدواج پیامبر علیه السلام در آورد. این حدیث در صحیح بخاری، حدیث از انس بن مالک است، حدیث 7420. الله میگه که زوجناکها، ما او را به نکاح تو در آوردیم ای پیامبر. چرا؟ دلیل چیه؟ چرا این ازدواج اصلا صورت گرفت؟ دلیلش رو هم الله متعال میگه لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم، لکی لا یکون، تا اینکه نباشد، علی المؤمنین حرج، بر مؤمنین تنگی و دشواری و باکی، فی ازواج ادعیائهم، در همسران پسرخواندگانشان. یعنی پسرخوانده پسر واقعی تو نیست. اگر همسرش رو طلاق داد، اون میتونه ازدواج بگیره، میتونه او رو به ازدواج بگیره. اما اگر پسر صلبی یا پسر واقعی شخص باشه، نمیتونه. قرآن منع کرد. اما پسرخوانده پسر انسان نیست، پسر انسان نیست و اساسا این رو در اسلام حرام شد. قبل از اسلام وجود داشت، یعنی در زمان جاهلیت وجود داشت و در ابتدا هم بود، ولی بعدا تحریم شد. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم عملا این کار انجام میدن. اولا قولا گفته میشه، بعد پیامبر عملا نشان میدن به همه که این قانون باطل برداشته شده و عملی سازی این با ازدواج پیامبر علیه السلام با زینب بنت جحش ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها. چه زمانی بر مؤمنین حرجی نیست؟ اذا قضوا منهن وطرا، وقتی که برآوردند منهن، از آنها، یعنی از زنانشان، وطرا، نیاز خویش را، یعنی که نیازشان برآورده شد و دیگه اینها با هم هیچ ارتباطی نداره، یعنی طلاق گرفتن، از هم دیگر جدا شدن. و این لابدیست و به خاطر همینه که
شخصی که در نکاح کسی دیگر هست، زنی که در نکاح یک مرد دیگره، برای مرد دیگر حرامه که بحث ازدواج رو با او مطرح بکنه. متوجه هستی؟ حرامه. و حتی تا ایامی که در عده هست، زن در عده هست، هیچ مردی حق نداره که به او تقاضای ازدواج بده. حتی که در عده یعنی وفات باشه، عده وفات شوهرش 4 ماه و 10 روز عده هست، مرد نمیتونه که پیشنهاد ازدواج بده بنابر نص صریح قرآن کریم در سوره مبارکه بقره. ولی میتونه که یک شکلی برایش اشاراتی برسانه، اشاراتی به او برسانه که اگر خواسته باشی میتونم من با تو ازدواج بکنم، یعنی اگر راضی بشی، البته به صورت اشاره، به صورت رمز، نه اینکه مستقیم برایش بگه که خلاص بعد از اینکه عده تو تمام شد من با تو ازدواج میکنم. این حق را نداره، چون هنوز این زن در عصمت اون مرده. بس خاصتا اینکه عده طلاق باشه که هنوز عدهش تمام نشده، هنوز زنش گفته میشه، هنوز زنش گفته میشه و باید که این مسائل توجه صورت بگیره. و بنابراین الله متعال سبحانه و تعالی چی میگه؟ اذا قضوا منهن وطرا، اذا قضوا، وقتی که برآوردند، منهن از اون زنها، وطرا، نیاز خیش را، یعنی کلا نیازشان تمام شد، یعنی دیگه هیچ ارتباط اینها با هم ندارن و طلاق در میانشان صورت گرفته و جدایی در میانشان آمده. در این زمان برای مؤمنین دیگه حرجی نیست. توی پیامبر ما زینب را به نکاح تو در میاریم تا این که دیگه مؤمنین بعد از تو بفهمند که حرجی بر اونها نیست، گناهی نیست. و کان امر الله مفعولا، و امر پروردگار سبحانه و تعالی لابد نیست و حتما صورت میگیره. هیچ مانعی نمیتونه مانعش بشه. هیچ یک از موانع نمیتونه مانع دستور الله و فرمان الله بشه. فرمان الله بر اینه که پیامبر علیه السلام بعد از طلاق زینب با زینب ازدواج بکنه. کسی نمیتونه جلو فرمان الله بگیره. به هر حال این یکی از شبهات معروفی بود که اسلام ستیزان بی انصاف متاسفانه مطرح میکنن، از آنجایی که خودشان مشکلات عدیدی نسبت به این قضایا دارن. همیشه مسائل را جنسی میبینن و مشکلات جنسی که خودشان دارن که الله شفایشان بده. همواره فوکسشان روی پیامبر اسلام و روی مؤمنین و روی روایات اسلامی متاسفانه از همین بابه غالبا. به هر ترتیب برادران و خواهران و بزرگوار به همین مقدار اکتفا میکنیم. البته در این روایت یعنی در این آیه مبارکه فواید بسیار عدیدی است که من به برخی از آنها خدمتتان اشاره کردم و جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم. به همین مقدار ان شاء الله اکتفا میکنیم و ادامه آیات را آیت 38 به بعد درس بعد ان شاء الله. صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. جزاکم الله خیرا برادران و خواهران و بزرگوار. اگر اجازه بدید من از خدمتتان از اینجا رخصت میشم. ان شاء الله بریم به سراغ کلاب هاوس. اگر دوستان در اونجا هستن من لحظات در اونجا خواهم بود. اگر کسی سوالی داره، حرفی داره، و بعد از اونجا هم از خدمت دوستان رخصت خواهم شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.